وقتی به محمد رضا شاه پهلوی ایراد میگرفتم که شما زندانی‌های سیاسی دارید، شاه فوراً جواب میداد اونا سیاسی نیستن، تروریست هستن. بیایید با هم بشنویم از اعترافات پاسدار رفیق دوست از بنیانگذاران سپاه. ما تیمی که داشتیم اونجا، هم اویسی، هم پسر اشرف، هم قرطیه، فرخزاد، اینا رو تیمایی که بودن معمولا بچهای باسک مأمور اعدام شدن، می‌ذارن دیگه هیچ کی بهش. بختیار و در ترور آقای بختیار انیس نقاش بود دیگه. اون ترور من رئیسش بودم. یکی از شما حاج محسن دستو گرفتن بابت ترور. آره اصلا تو افغان گفتن مسئولش من بودم. اینا رو خواستم فرستادن، بالاخره گیر کردن تا موقعی که انیس نقاش به خاطر اینکه دیگه طول کشیده اعتصاب غذا کرد. هیچی. رئیس جمهور فرانسه با آقای هاشمی تماس گرفت و اونا گفتن چیو؟ حالا تو دادگاه که کردن نوشتن فرمانده من بودن. من گفتم من میرم. بس شدم رفتم و خلاصه گفتم خب حالا اگه من اومدم به این گفتن اعتصاب غذا شکست، اینا کی آزاد میشن؟ گفتن 2 هفته طول میکشه. گفتم خب اگر بعد از 2 هفته یه سفارتتون منفجر شد یا هواپیماتون رو بودن، یه گله نکنی. بعد دیگه آزاد کردن اومدن. آقا فهمیدی گروه باس کسایی بودن؟ اینا خب آدمایی هستن که جنگجوان. گفتیم ما می‌خوایم یه همچین آدمی ترور بکنیم، گفتن اینقدر می‌گیریم. گفتیم بابا میدیم. یه روحانی مصری هم بود در آلمان، رفیق اونا بود. ما پول گذاشتیم پیش اون، گفتیم اگه زد بهش بده. ماجرای ترور فرخزاد همین بود. ما تو وزارت سپاه تو بانک صادرات فرانکفورت یه حساب باز کرده بودیم، اسمش رو گذاشته بودیم KM. بعد گذاشتیم GM چون موضوع گوشه میز. بچه‌هایی که رفتن خرید می‌کردن، یعنی از اینجا شروع شد. یکی فرستاد رفت اسپانیا، اونجا مهمات خرید. بعد رفت موقع بارگیری کرد. وقتی اومد گفت که من چونه‌هامو زدم، سختگیریامو کردم. بارگیری که تموم شد یه پاکت به من دادن، این $10,000 توش. فکر کردم پس بدم، دیدم فایده چیه، میدم به تو. گفتم خب این نونه واسه دونه که واسه بعدشون ریختن. یادت باش. برای همین تو اون حساب باز کرده بودیم، میریختن تو هر کی گفتم میره این پول حواله کنه به اون حساب. اون حساب هم به نام وزارت سپاه بود. اصلا به نام وزارت سپاه بود که 2 نفر حق امضا داشتن. که حالا نمیشه دیگه این بگم چیکار می‌کردیم باهاش. بعد که قطع کردیم میگم. آره خیلی خرجایی که نمیشد از پولای معمولی بخشش نکنی، حالا بگید داشته باشین. میتونی بخشش نکنی؟ قول میدی؟ بله قول میدم بخش نکنم. قول شرط بده. والله قول میدم که بخشش نکنم. اویسی رو با اون ترور کردی. نگی برده. ولی همین بخش نکنیم. یعنی همه کارهایی که در خارج مملکت باید بشه و پول معمولی نمیشد بده، از اون حساب خرج می‌کردیم. البته موقعی که من وزارت تحویل دادم، تو اون حساب مبلغی بود که وزیر بعدی تحویل